در درس 37 دوستای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، در درس 37 هستیم. در درس 37 با شما در عبادات قلبی در توحید در یقین رسیدیم. توحید در یقین هم دوستان عزیز از عبادات قلبی هست که ما شما میخوانیم و یک شرطی از شرایط کلمه لا اله الا الله هست. یقین چی رو میگن؟ یقین این میگه که هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، اعتقادی که بسیار جازم باشه و مطابق به قرآن و سنت باشه و ثابت باشه. و این یقین امو یقینی هست که ما شما در کلمه لا اله الا الله خواندیم که در شروط لا اله الا الله یقین هی است که الیقین الذی یزول الشک. یقین چی هست؟ که انسان تمام شک ها را چی میکنه؟ از بین میبره. یقین واقعی تمام شکوک شک از بین میبره. و یقین چی هست؟ یه از عبادات قلبی هست. از عبادات قلبی هست. دلیلش در قرآن عظیم شان چی هست؟ الله متعال میگه الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. الله میگه این آسمان ها را رفع کرده بدون ستونی که شما او را ببینید. یعنی در تفاسیر بعضی میگن که بدون ستون، اما اینجا در آیت قرآن میگه به غیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما او را ببینید. یعنی ستونهایی داره که شما او را دیده نمیتونید. این هم بعضی از مفسرین گفته. خب به هر صورت الله هست که آسمان ها را بدون ستون پیدا کرده یا با ستونهای نامرئی که ما و شما او را دیده نمیتونیم. والله اعلم. خلاصه ای که الله اوت ذات با عظمت است. ثم استوى علی العرش، الله باز استوا بر عرش کرد. و سخر الشمس و القمر، و مسخر ساخت شمس و قمر، آفتاب و مهتاب را. کل یجری لاجل مسمى، کل از اینا جریان دارن با یک وقت محدد که عمرشان پوره شود. الله یدبر الامر، تدبیر کننده امر است. یفصل الآیات، آیات به تفصیل بیان میکنه. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، الله کل قدرت و عظمت و صفات خود بیان میکنه. لعلکم، حکمتش در چی است؟ کل بیان میکنه که شاید شما کل زیر سر از اینا فکر بکنین و با ملاقات ربتان یقین پیدا بکنین. این کل صفات الله را که فهمیدی، سر از یا فکر کردی، یقین بر دو حاصل میشه. الله الذي رفع السماوات بغیر عمل، الله در حکم تکوینیش ذات با عظمت است که این آسمان ها را بلند کرده. وقتی انسان درباره ما شما هنوز فضا را میبینیم، آسمان را دیدن نمیتونیم دیگه. آسمان بسیار بلند است. چیزی که ما شما میبینیم آفتاب و مهتاب در فضا هستند. این آسمان اولی، آسمان دومی، آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. و عرش و لوح و قلم و سدرة المنتهی. سبحان الله، این مخلوقات الله را که انسان وقتی درباره‌اش فکر میکنه، وقتی درباره مخلوقات الله فکر میکنیم، متوجه هستین؟ وقتی انسان مثلا امروز اگه یک نفر مثلا حرکت میکنه، بعضی تصاویر داشته که از زمین حرکت میکنه تو بالا رفته میره. این زمین اول بسیار بزرگ است، اما تو وقتی بالا میره بالاخره به اندازه یک نوک قلم زمین معلوم میشه. وقتی که از بالا میره وقتی که از اون که بالاتر میره بالاخره زمین هیچ گم میشه. و حتی آفتاب و چیزا هست، اما تو بالا رفته میره و مخلوقات بزرگتر الله را انسان در تلسکوپ مشاهده میکنه. این قدرت خود الله متعال اینجا بیان میکنه. برای چی؟ برای اینکه انسان بفهمه که بفهمه که الله این آسمان ها را بلند کرده. درست است نه؟ عالی آسمان سر زمین تکیه نکرده، بلند است.
بالای آسمان ها هست. انال این آسمان ها بالا قرار دارن این مخلوقات. الله متعال میگه ثم استوى علی العرش، سپس الله متعال استوا بر عرش کرد. بنابراین وقتی که الله متعال استوا بر عرش کرد، این صفت الله را قبول میکنیم؟ بله قبول میکنیم. انال یقین هی است که ما صفات الله متعال یقین داشته باشیم که الله متعال عالم الغیب و شهاده است. یقین داشته باشیم که الله متعال این کلام معجز خود عربی را الله متعال کلمات بسیار قوی را که استعمال کرده که عرب‌های بسیار فصیح با این مقابله کرده نمیتونستند. بنابراین عبارات قرآن که از عبارات بسیار قوی هست. وقتی الله متعال استعمال میکنه برای ما بنده ضعیف، بر فهم ضعیفیم که صفات خدا بیان میکنه ثم استوى علی العرش، و میفهم که الله متعال استوا کرد بر عرش. لکن اگر استوا بر عرش کسی با مخلوق تشبیه میکنه، ای باز در شرک مبتلا میشه، یقین ازی خراب میشه. ای باز یقینش خراب هست، ای باز یقین درست نداره. چرا؟ استوا بر عرش الله را این چی کرد؟ با مخلوق مثل بعضی دو مشکل است. نه؟ مشکلی که بسیاری وقتا اهل بدعت دارن. اهل بدعت همیشه چی دارن؟ مشکلشان ده چی است؟ اهل بدعت مشکلشان ده است که همیشه اونا هر صفت الله را با صفت مخلوق تشبیه میکنن. وقتی که تشبیه کردن، اینجا باز چی برشان مشکل پیدا میشه؟ دو فرقه جور میشه. یک فرقش به نام مجسمه هستن که صفات الله را با صفات مخلوق عمی قسم به شکل جسمی و مادی فکر میکنن. اینا هم در گمراهی و دلالت هستن. و دیگیش که تشبیه کرده، او به خاطر از که از تشبیه خود بگریزه، بازی آیت قرآن قبول نمیکنن. استوا را باز ایده میخواه که دیگه معنا برش بده. چرا معنای اصلیش نمیگیری؟ به خاطر که معنای اصلیش به ذهن از او شبهه ایجاد میکنه. چون به ذهنش شبهه ایجاد نمیکنه، خودش برای خودش در شبهه افتاده هست. چرا در شبهه افتاده است؟ به خاطر از که فلسفه میخواد از طریق فلسفه و از طریق منطق و از طریق اصطلاحات فلسفی و منطقی عقیده را بفهمه. باز اینجا اینجا مسائل میگه که واجب الوجوب است، ممکن الوجوب است. بعضی کلمات را آمده جور کردن، کلماتی که کلمات علم کلام هست و این علم کلام اساسش از کجا گرفته شده؟ از فلسفه و از عقل و از منطق و از این گپا. اما عقیده درسته که انسان از یقین میتایی است که ما درباره ازی چند روز پیش که یکی از دوستا سر زمین بحث میکردیم، من برشان گفتم که الله ثم استوى علی العرش. هیچ مشکلی برای یک انسان، برای یک صحابی مشکل نداشت. چرا بر صحابی مشکل نداشت؟ مثلا شما در پانتون درس میخوانید، ما وقتی در پانتون درس میخوانیم، یک پوهنزه است که این مربوط میشه برای چی؟ پوهنزه مربوط میشه درباره انسان ها و انسان شناسی هست. پوهنزه طب است یا مثلا علوم اجتماعی است، انسان شناسی است. در اونجا کل بحث سر انسان هست. اما اونجا یک پوهنزه دیگه هست به نام پوهنزه وترنری میگفتن. ایرانی‌ها دامپزشکی میگن. در دامپزشکی آناتومی و فیزیولوژی حیوان بحث میشه و در این پوهنزه طب آناتومی و فیزیولوژی انسان بیان میشه. اینال وقتی استاد درباره انسان گپ میزنه، هیچ وقت شاگرداش درباره حیوان فکر نمیکنن. میگن اون مسائل حیوان که خود پوهنزه وترنری هست و او کسایی که در پوهنزه وترنری میخوان، اونا وقتی که درباره حیوان میخوان، درباره انسان فکر نمیکنن. چرا؟ میگن که کلش ما وقتی که میخواریم این چیزها مربوط به حیوان است، انسان مخلوق خاص خود است. از این خاطر برشان مشکل پیدا نمیشه. اینال اگر یک کسی میایه مثلا درباره انسان گپ میزنه و باز مثال ها از حیوان میده که وقتی او برش میخواه بگه که میده انسان، این یک وقت برش میگه حیوان که مثلا شما میگین میده، باز این انسان وقتی که حیوان در دان خود چی را پس میاره، مثلا کار میاره، برش میگه استاد برش میگه تو عجب احمق انسان هستی. من اینجا درباره معده انسان گپ میزنم، تو آمدی برای من از شکمبه حیوان و از جاغور حیوان و از اینکه مثلا جاغور و شکمبه و گپا مربوط به حیوانات است، اوزوگوی گپایت تو درس خراب نساز، تشویش ایجاد نکن. متوجه هستید؟ اینال از اختلاط بین
آناتومی و فیزیولوژی انسان و حیوان برای انسان مشکلات پیدا میشه. چرا انسان چیزایی داره که مثلا حیوانات چیزایی داره که انسان نداره، انسان چیزهایی داره که حیوان نداره، بسیار در بسیاری مسائل مختلف هستند. این حاله در مسائل اعتقادی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت میامدن درباره خالق گپ میدن، مخلوق کاملا از ذهن خود دور میکردن. مخلوق است. وقتی که میامد صفت علم الله سبحانه و تعالی را بیان میکرد، هیچ وقت صفت علم الله را با صفت علم مخلوق تشبیه نمیکردن. چرا؟ الله متعال صفتش عالم الغیب و شهاده است، از قلب با خبر است، از تمام زبانها و از تمام مخلوقات و از تمام قاره های دنیا و از تمام جهان. این مربوط به الله هست. و تصور از این وقتی که انسان بخیزه فکر بکنه مربوط الله، وقتی که میگه الله، بله الله خالق است، ذات قدرتمند است، این توانایی و قدرت الله است، ما تسلیم هستیم. هیچ وقت علم الله را با علم مخلوق تشبیه نمیکنه. به این شکل در قسمت چیز که هست، وقتی که میایم در استوای الله، بله استوای الله هست، نباید استوای الله را با مخلوق تشبیه بکنیم. وقتی که صحابه تشبیه نمیکردن هیچ سوال برشان پیدا نمیشه، سر از این بحث هم نمیکردن. اولین مشکلی که در مسئله استوا پیدا شد، یک بدعتکار آمد از امام مالک رحمه الله سوال کرد. این ذهنش خراب بود، آمد از امام مالک پرسان کرد که استوا چه قسم است؟ او برش گفت که الاستوا معلوم والکیف مجهول. استوا معلوم است، کیفیتش ما نمیفهمیم. کلمه استوا را میفهمیم، معنایش هم میفهمیم، چون ما عرب هستیم. امام مالک رحمه الله در مدینه منوره زندگی میکنه و عربی است که خوب از پدر و پدرکلان خوب میفهمه استوا را و معنایش. الاستوا معلوم، اما کیفیتش چون مربوط الله هست این ما نمیفهمیم. این مربوط الله میشه. کیفیت داره، بله کیفیت داره، ما نمیفهمیم. بله کیفیت داره، ما کیفیتش نمیفهمیم. الاستوا معلوم، این قسم مرز که امام مالک بله لفظ و معنایش ما میفهمیم. کیفیت ازی که الله متعال چه قسم استوا علی العرش، قرآن گفته هست کیفیتش ما نمیفهمیم، چون این مربوط به الله میشه و ما تشبیه مشبیه نمیکنیم که بیایم مخلوق پیش بکنیم که این مخلوق اینطور. نه، اینجا مسئله صفت الله هست. کیفیتش نمیفهمیم، استوا کرده اما کیفیتش ما نمیفهمیم. کیفیت داره، بله داره، اما ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ چون اون مربوط غیب است. غیب ما نمیفهمیم. مثلا یک نفر در قبر است، مثلا دو نفر برو در پای یک مرده استراحت بکن، این مرده عذاب میشه، عذاب قبر میبینه، تو قرار پالوش کمره رو نیست. چرا اون عذاب قبری از اون مربوط غیب است. حالا کسی که درباره عذاب ازی گپ میزنه در غیب گپ میزنه. این حالی عالم غیب علیده هست، عالم آشکارا علیده هست. خب ولی کیف گفت مجهول، ما کیفیتش نمیفهمیم. مجهول چی معنی؟ یعنی من در فهمیدن کیفیت ازی چون مربوط غیب است جاهل هستم، نمیفهمم، مجهول است. ولی ایمان به واجب، ایمان به واجب است که تو ایمان داشته باش که الله بر عرش استوا کرد، چون الله صفت علو داره، بلندی داره. وقتی که دعا میکنیم با مقام عالی، با ذات عالی، ذاتش عالی هست، مقامش عالی هست، علو الذات و علو الجبریت و علو الصفات کلش عالی هست. بس الله سبحانه و تعالی چون در مقام عالی هست و بر عرش گفته استوا کرده، خلاص ما صفت علوی الله را و هو العلی صفت العلی الله یعنی عالی مقامشه، مون هم قبول داریم و هین هم قبول داریم که الله بر عرش استوا کرده و تشبیه با مخلوق نمی کنیم. چرا؟ لیس کمثله شیء. امام مالک میقسم گفت ایمان به واجب، ایمان واجب است. ما ایمان داریم با این تمام آیات قرآنی که میگه ثم استوى علی العرش. و السؤال عنه بدعه. مالک رضی الله رحمه الله گفت که سوال کردن درباره ازی چی است؟ بدعت است. چرا تو میخوای در امور غیبی مداخله بکنی؟ مداخله در امور غیبی و کیفیت امور غیب بحث کردن، این عادت کی است؟ عادت اهل بدعت است، بدعت کار است. و بر شاگردای خود گفت از مجلس ما بیرون کنین، این بدعت کار هست.
پس وقتی که اگر ما مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت قرآن میخوانیم و میفهمیم این صفات مربوط صفات الله هست، مخلوق کاملا از نظر خود دور میاندازیم، صفات الله را میخوانیم و به این صفات ایمان میداشته باشیم و در کیفیتش مداخله نمیکنیم. چرا در کیفیت از اینکه مداخله میکنن در مسائل غیبی که هستن اینا اهل بدعتی کار میکنن. و سخر الشمس و القمر، و الله سبحانه و تعالی است که آفتاب و مهتاب مسخر کرده است. آفتاب و مهتاب الله سبحانه و تعالی مسخر کرده. کل یجری لاجل مسمى و یدبر الامر، و امور هم الله تدبیر میکنه. این آیات هم تفصیل حکم از زیر کلش الله یفصل آیات بیان میکنه، به تفصیل بیان میکنه کلش، یا با وحی جلی که قرآن عظیم شان است و لعلکم بلقاء ربکم توقنون. کلی از این دلایل قدرت خدا که الله صفات خدا و قدرت خدا بیان میکنه تا که به ملاقات الله یقین حاصل بکنین. پس این کل دلایل برای چی هست؟ به این هست که باید موضوع یقین ما درست باشه. وقتی یقین داشته باشیم که در او شک وجود نداشته باشم. و در این قسمت الله متعال میگه وقتی که الله احکامش بیان میکنه و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. حالا مثلا بسیاری مردم ها در قانون در شریعت الله چی دارن؟ شک دارن، یقین ندارن. از این خاطر وقتی که به سر قدرت رسید چون یقین ندارن میگن این قانون احکام قرآن و سنت که شما اکثرا ببینید کسایی که یقین و باور ندارن یا مثلا خدا مسلمان میگیره در قرآن و در سنت شک داره، اگر برش بویه که قانون اساسی نظام اسلام که هست قرآن و سنت هست، با سرت اشخندی میکنه و مذاق میکنه که تو چی میگی و چنان میگی. چرا؟ به خاطر که خودش در قرآن شک داره و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شک داره. اگر این شک نمی داشت همین مشکلاتی که هست شما سر که این کل زیر مثلا در طول تاریخ علما چی کردن؟ استنباط کردن در قرآن احکام هست، در شریعت و در کل چیز کلش معلوم دار هست. در قرآن و سنت تمام احکام معلوم دار و واضح هست. چرا از قرآن؟ به خاطر از که اینا شک دارن. الله متعال میگه و من احسن من الله حکما، در تعیین کردن احکام از الله که کی بهترتر است. لقوم یوقنون، برای کسایی که یقین دارن. وقتی که انسان یقین داشت میفهمه که آنچه که الله تعیین کرده به نفع خانم ها، به نفع آقایان، به نفع اطفال، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق اطفال، حقوق جامعه، حقوق بزرگ، حقوق خرد، حقوق مادر، حقوق پدر، کلی حقوق دی مراعات شده هست، بهترین هست. امام نسائی رحمه الله میگه عن ابی هریره یقول كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فقام بلال ینادی. میگه ما همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم، بلال رضی الله عنه میگه برخاست و آذان میداد. فلما سکت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال مثل هذا یقینا دخل الجنه. وقتی که بلال رضی الله عنه آذان داد، آذان چی است؟ الله اکبر، الله اکبر، الله از همه بزرگتر است، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله. ذاتی که عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه، شهادت بده که نیست بغیر از الله و اشهد و شهادت بده که محمد رسول الله رسول الله هست. اینجا چی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه کسی مثل ازی گفت یقینا یقین داشته باشه داخل جنت میشه، شک وجود داشته نداشته باشه. امروز دشمنای اسلام از شک استفاده میکنن، اکثرا شبهه و شک از وسایل دشمنای اسلام است. در قرآن در شک میپرده. شما ببینید بسیاری برنامه ها هست فقط کارش چی است؟ سر قرآن تفسیر کردن است و شک انداختن است، باز سر ذات الله در شک انداختن است، سر صفات الله در شک انداختن است، در قرآن در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری در شک انداختن است. این قسم مثلا در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شک انداختن است، در ازدواج، در ازواج در صحابه، در تابعین، در هر کس. پس این چرا؟ به خاطر اینکه دشمنای اسلام میخواه که مجردی که شک در ذهن تو کار کرد یقین تو از بین رفت. وقتی که یقین از بین رفت انسان باز مسلمان شده نمیتونه.
ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غار ثور به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و انسان طبعا وقتی که در حالت سخت مادی قرار میگیره تحت تاثیر اسباب دنیوی قرار میگیره. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که میبینه که دشمن آمدن و اونجا گفتن که اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق زنده یا مرده شلیره بکشن، قتلشان بکنن، 100 شتر برازید. وقت 100 شتر مثل که امروز مثلا 100 میلیون دلار مثلا سر بسیاری کساست که مثلا 100 لک دلار یا 100 میلیون دلار سر یک کس امروز جایزه گذاشته شده. خب اگر کسی را گیر کرد اینقدر برش جایزه 100 شتر و شتر هر شتر مثل امروز یک طیاره تجارتی ارزش داشت. پس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میبینه که اینا رسیدن در اون جایی که رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر صدیق هستن و در بالا سر در غار کوب خود پد کردن و اونا کلشان دشمنای اسلام رسیدن تا و ابوبکر صدیق میگه در غار ثور بودم، سرم بلند کردم که سهل میکردم که پاهای دشمنای الله معلوم میشه. میگه رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر صدیق به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فکر زندگی خود نیست، به خاطر از اینکه ابوبکر صدیق وقتی که نو در سوراخ میره رسول الله میگه تو داخل نشو، اول ما داخل شم در غار اگر کدام حیوانی باشه که حمله میکنه، مثلا بعضی غارات در کوه هست اونجا مثلا شیر یا پلنگ یا خرس یا حیوان دیگه خطرناک، مثلا شادی یا کلان حیوانات خطرناک اونجا جای میدارشه باشه، وقتی در غار داخل شوی سر حمله میکنه. ابوبکر صدیق اول در غار داخل میشه. ما بمرم کشته شم، رسول الله صلی الله علیه و وقتی خوب میره سوراخ ها هست، بالاخره لباس خود پاره میکنن، سوراخ ها را بند میکنن و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بسیار مانده و زلنه هست و خسته هست، پای خود را ابوبکر صدیق شیشته رسول الله صلی الله علیه و سر زانوی ابوبکر صدیق سر خود میمانه و استراحت میکنه. ابوبکر صدیق متوجه میشه که یک سوراخ اونجا باز است، از این کدام مار یا گشتم چیز خارج نشه رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت کنه، پای خود اینجا میمانه که بالاخره تا مار است یا هر چیزی که هست پای زیره مثلا میگذه. خب این روایت تاریخی هست که در سیرت ما و شما بسیاری مسائل از این میخوام. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه که من وقتی که دیدم پاهای دشمنای اسلام، اینجا دیگه بسیار در حالت اسباب است که انسان یکی خوف متوجه باشه، یکی خوف اعتقادی است، یکی خوف غریزی هست، ترس غریزی. غریزتا انسان از ظالم، از قاتل، اینا مثلا من در اتاق هستم مثلا در دالیز بگوین که پلنگ آمده، غریزتا من میترسم، چرا پلنگ خطرناک است و حمله میکنه و تکه تکه میکنه انسان. این حال چی است؟ و حساب غریزه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسیار میترسه و گریه میگیره به حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اسکت یا ابوبکر، اثنان، ما شما دو نفر هستیم، الله ثالث ما، سومی کسی که حفظ کننده ماست، حمایت کننده ما هست، الله هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین لحظه سخت زندگی با وجود از این هم یقین قوی که داره که الله متعال امرای ما هست و ما را حفظ میکنه، هیچ جگرخوری نکن. پس این یقین انسان باید به این مرحله باید برسه. الله سبحانه و تعالی وقتی انسان یقین داشته باشه که حفظ کننده ما الله هست، از هیچ کس نمیترسه. یقین داشته باشه که روزی دهنده ما الله هست، هیچ وقت از بی‌رزقی و از گشنگی به کس شکایت نمیکنه. یقین داشته باشه که صحت دهنده و شفا دهنده الله هست، هیچ وقت از مرض و دیگه ترس نمی داشته باشه. یقین داشته باشه که الله متعال ذات با عظمت است و الله متعال لشکر خود نصرت میکنه، هیچ وقتی از دشمنای اسلام خوف و ترس نمی داشته باشه. به خاطر یقین مثلا سلف، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین و دیگه علمای اسلام، مثلا معاذ ابن جبل رضی الله عنه یک صحابی است، میگه اجلس بنا نؤمن ساعتا، وقتی که یک دوست خود میگه یک ساعت بشینیم، یک ساعت ایمان، اینجا خو ایمان چی است؟ یعنی یقین خدا پخته بسازیم. چون وقتی انسان درس توحید میخونه یقین انسان پخته شده میره. هر قدر که انسان عقیده توحید میخونه یقین انسان پخته میشه. عبدالله ابن مسعود چی میگفت؟ این هم صحابی عبدالله مسعود رضی الله عنه چی میگه؟ میگه الیقین و الایمان کله، یقین کل ایمان است.
یقین که در هیچ شک نباشه، کل ایمان است. اگه یقین نداشتی ایمان نداری. عبدالله ابن عمر میگه که بنده به حقیقت تقوا نمیرسه تا اینکه تمامی آنچ یا که در سینه شبهه میشود ترک کنه. وقتی متقی واقعی هستی که تمام شبهات قلبی تا دور بکنی، از بین ببری، کار بکنی سر یقینه. ابن قیم جوزیه رحمه الله میگه که از منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین منزلت یقین هست و آن در ایمان به منزله روح از جسد است. میگه یقین در ایمان اینقدر ارزش داره مثل که روح در جسد آن ارزش داره. مثلا ما روح داریم، گپ میزنیم، قسم میکنیم، زنده هستیم، فامیل، خانواده، غذا میخوریم. اگر روح برای است یک جسد خشک افتادیم و یک شب هم نمیخوانه مرا نمیمونن، عاجل میگن چه قسم ببریمش دفنش بکنیم. اینمی قسم که روح در جسد ارزش داره. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه در ایمان تو یقین اینقدر تاثیر داره که اگر تو مؤمن واقعی هستی باید یقین 100% داشته باشی که قرآن حق است، پیغمبر حق است، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حق بودن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است، تعیین احکام از جانب الله حق است، الله معبود به حق است، دیگران معبود باطل هستند، اطاعت از الله حق است و قوانین دیگران باطل است. این اگر اتو یقین داشته باشید در حقیقت شما چی هستین؟ ما و شما میتونیم که من حیث یک مسلمان واقعیه که در یقین ما چی هست؟ در ایمان ما بسیار کامل باشیم. خب علامه ابن قیم جوزی میگه که علامات یقین در 4 علامت است. 4 علامت میگه. اول توجه به الله در هر چیز. در هر کاری که میکردین توجه به الله داشته باشید. الله از من راضی هست یا ناراض است. در هر کارتون ببینید که الله راضی هست یا الله ناراض هست. این مربوط میشه به یقین. هر کاری که هر تصمیمی که در زندگیتان میگیرین اول به الله متعال رو چی کنین؟ پیش بکنین. اگر به این توجه داشته باشی که الله از پیش راضی شود، اینجا دیگه باز این علامت یقین خوب است. اگر نه که توجه به نفس خود داشتی، توجه به اولاد خود داشتی، توجه به منصب خود داشتی و دیگران داشتی، اینجا در یقین تو چی خرابی میه. توجه به الله، رجوع به الله در هر کار، این 2 علامت یقین است. در هر کار به الله رجوع میکنیم. مثلا من میخوایم در زندگی خود یک تصمیم بگیرم، به الله رجوع میکنم که الله از این کار من راضی هست یا نیست. وقتی که الله راضی نبود نمیکنم او کاره، این علامت یقین هست. وقتی که الله راضی بود میکنم. کل دنیا خفه میشه لکن الله راضی میشه، کار را میکنیم که الله راضی شه. کل مردم خفه شد، کلگی زدت گپ میزنه، کلگی بزدت قرار گرفت، کلگی بد میگیتن. ما میخوایم که الله راضی باشه، از این خاطر رجوع به الله میکنیم ولو که مخلوقات خفه شود، ولو که مخلوقات بد بگوید. لا یخافون فی الله لومة لائم. این صفات مؤمن واقعی است که از ملامت کننده ها خوف نمی داشته باشن. سوم کمک خواستن از الله در هر حالت، این علامت یقین است. وقتی مشکلات و سختی ها سر آمد از الله کمک میخوایم. الله متعال وقتی که بخواد اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الله متعال وقتی که اگر من مشکل اقتصادی دارم، الله بخواد در یک لحظه کل مشکلات مرا حل میکنه. مشکلات امنیتی دارم، الله در یک لحظه بخواد کل مشکلات مرا حل میکنه. مشکلات مثلا زندگی هر مشکلی که دارم، مریض هستم یا هستم، الله متعال بخواد در یک لحظه کلش حل میکنه. پس باید در هر لحظه این از صفات یقین است که به هر کار توجه به الله میکنی، در هر کار رجوع به الله میکنی. یک توجه به الله است که رجوع به الله است. توجه به الله که متوجه میباشی که الله در این راستا چی گفته است. توجهی به طرف الله است که الله راضی باشه. رجوع به اللهی است که همین حکم به الله راجع میسازی که الله از این راضی هست یا نیست. اگر راضی نیست نمیکنیم. توجهی به الله است که الله راضی شود و رجوع به الله میکنی که آیا الله از این کار راضی هست که من این کار رو بکنم. سوم از الله کمک میخوای که یا الله در این مشکل من، در این سختی من، تو برای من کمک بکن. و 4م مرحله یقین است که
توصیف یا بد گفتن مخلوق در عطایا و ممانعت از آن و قلت مخالفتشان. یعنی هیچ وقتی که یقین به الله داری، اگر یک کسی مثلا زیاد توصیف و زیاد مثلا به خاطر از که باز مخلوق برای من کمک بکنه و فلانی بکنه توصیف زیاد از اینا را بکنیم، یا مثلا در عطایا، یا اگر ممانعت میکنه از او بسیار جگرخون باشی، و یا در مخالطت همراه از اینا باش که به همراه اینا زیاد خلق باشم و چطور باشم و به مخلوقات که باز مخلوقات بر من به دردم بخوره و چطور بخورم، اینا یقین کم میسازه. پس انسان همیشه توجهش و رجوعش و خواستش و کلش به طرف الله باشه و به طرف مخلوق بدانه که مخلوق از مکر بتر و محتاجتر و آنان که غنیتر است. میگه کسی رفت در یک جای شیش دید که این گفت چطور از گفت دانا و فقیر بنده محتاج درند، آنان که غنیترند محتاجترند. این بعضی اوقات انسان وقتی حالت اقتصادی خود سهل میکنه میبینه که والا مشکلات اقتصادی داره، اما فلانی نفر کس خوب خانه داره، خوب زندگی داره، خوب عایدات داره، لکن اصلش که است آنان که غنیترن او از موتو کرده سختیش زیادتر است. پس اون مخلوق خودش عاجز است، محتاج است، در تجارت خود، در خانه خود، در موتر خود، در هر چیز مشکل داره. این الموتو توجه ما به الله باشه که الله متعال مشکل ما را حل بکنه، و اگر الله مشکل بخواه حل بکنه، الله رزاق است. چه قسم رزاق است؟ یک پرنده که از لانه خود مبراید، جاغورش خشک است، میری سهل میگنی که هیچ چیز نیست، چی بخوره؟ وقت پس میبینی که پرندگک خورده جاغورش پر شده، الله برش رزقش رسانده. الله برش رزقش رسانده. پس انسان مسلمان واقعی کسی است که سر یقین خود کار میکنه و یقین واقعی می داشته باشه و به الله متعال در هر کار رجوع و توجه می داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.